به نام خداوند بخشنده مهربان نهایت با رحم. با کمال ادب، احترام، محبت و صمیمیت به شما و اهل خانواده اتان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینک چند ساعت‌های به شمار برای آمدن ماه شریف رمضان باقی مانده است. این ماه است که عملهای پر از نقصان کرده امان را بشوییم و در این ماه مبارک هر کس به قدر توان توشه آخرت خود را آماده می کند. از فرصت استفاده برده یکایک شما را با آمدن ماه مغفرت، ماه شریف رمضان تبریک گفته برایتان مغفرت گناه را از درگاه الهی تمنا دارم. بگذار همیشه صدای دلنشین قرآن در خانواده ما و شما طنین انداز باشد. خانه هایمان با نمازهای دلی شب نورانی گردد. عملهای نیکمان هرگیز گسسته مباد و مخصوصا قلبهایمان نسبت همدیگر پاک و به آلایش باشد. مژده منتظران ماه خدا آمده است. مژده منتظران ماه خدا آمده است. ماه تسبیح و تراویح و دعا آمده است. ماه دلدادگی بنده به معبود رسید. بر سر سفره شاهانه گدا آمده است. ماه پربرکت رمضان بر همه شما مبارک باشد عزیزان.